به جا بیارید تا اینکه به یاد بیارید اون کار عظیمی رو که برای شما انجام داد. پس نان سمبولی از بدن عیسی مسیح، نان فطیر، نانی که خمیرمایه نداره. به چه معنا؟ به معنای اینکه کلام خدا گفت در او هیچ خطا و گناهی دیده نشد. او پاک بود. خمیرمایه‌ای در وجودش نبود. به این دلیل این نان بدون خمیرمایه درست شد. به سمبولی از بدن عیسی مسیح. پس خداوندا شکر می‌کنیم به خاطر اون بدنت که برای ما پاره شد. تا اینکه از اون زخم‌ها ما شفا بیابیم. شکر می‌کنیم خداوندا که بدنت رو خداوندا دادی و در دستان مبارکت، در پاهای مبارکت خداوندا می‌کوبیدن. خداوندا شلاق خوردی. خداوندا بدن تو رو زخمی کردن تا از اون زخم‌ها ما شفا پیدا کنیم. سپاسگزاریم به خاطر اینکه بدنت رو برای گناهان ما خداوندا آمدی و پاره کردی. متشکریم از تو در نام قدوس خودت و این رو به جا میاریم برای اون کار عظیمه. در نام قدوس عیسی مسیح. آمین. پدرجان شکر می‌کنیم به خاطر خون پاکت که فدیه گناهان ما شد تا گناهان ما بخشیده شد. شکر می‌کنیم به خاطر اون کار عظیمه که پای صلیب رفتی تا ما بخشیده بشیم. ممنونیم به خاطر اون کار عظیم. در نام عیسی مسیح آمین. یک مطلب دیگه رو هم که خدمتتون میگم، این شراب بدون الکل. ما شراب بدون الکل استفاده می‌کنیم و توی کلامم نگفت شراب را به دست گرفت و گفت این شراب خون من 45% رو الکل. شرابه. حالا با الکل یا بی الکل. این شراب فقط جهت اطلاعتون بود. شکر به خدا من به خاطر بدنه. شکر از این که جسم پوشیدی آمدی خداوند. شکر از این که اون جسم خداوند بر روی صلیب برای ما خداوند برای خطاهای ما. شکر که خداوند اون جسم در قبر گذاشته شد و شکر ای خدای نیکو که اون جسم در توی خداوند در روح قدوس خودت قیام کرد تا ما در قیام تو شریک میشیم. رو هاللویا. سپاسگزاریم از توی خداوند به خاطر خون پاکه که فدیه گناهان ما شد. متشکریم از این که خداوند تو خون به خود گرفتی تا این خون پاک خداوند فدیه ما باشه. خداوند فدیه اون گناهان ما باشه. ریخته شد خداوند و خونت رو خداوند میپاشم به روی تمامی خواهران و برادران، به روی خودم، به روی خانوادم تا در حفاظت کامل تو باشیم. متشکریم به خاطر عشق و محبتی بیکرانی که تو نسبت به ماها داری خداوند. متشکریم اون زمانی که در گناه بودی تو جسم پوشیدی آمدی و خون پاکت رو فدیه گناهان ما کردی و نجات رو برای ما مهیا کردی. در نام عیسی مسیح. آمین. هر کی می‌خواد نجات در نام بفرمایید. بریم برداریم. خواهد شما میتونید اصلا اینجا برگردید چون آره دیگه نرو دوباره بزن. یه لحظه شما صبر بدید این قسمت.
یه برگرد اینجا شما آره از این برمیان از این بر یه آره فقط خواهشم که خواهشی که دارید نگه دارید